شما با مردم فهمونید که انتخابات یعنی چی، شما با مردم فهمونید که پارلمان یعنی چی، شما با مردم فهمونید که حکومت یعنی چی، قانون یعنی چی. خب مردم بعد فهمد بیاد گفت که خب این پارلمان از من است، این حکومت از من است، اینا باید من ترتیب دیم. مردم خبر ندارن، مردم از این چیزا سر در نمیبرن، مردم نان خوردن ندارن، مردم یک سامان پول برای گزیت خریدن صرف نمیکنن، برای که میدونن فایده نداره. حتی در همون صحبتش یک نفر در خبرنگار از پلوس گفت که چی فایده داره که من بدونم که وکیل کی است. یعنی مردم اینقدر از این سیاست ها دورن که بگه از اون وکیل چی فایده، از اون دپوتات من در چی فایده. واقعا ببینید پارلمان قانون زندگی ما را میسازد، وکیل نماینده ما در اونجا است. خب و مردک نمیدوند که اصلا زندگی او، تغییر زندگی او وابسته به همین قانون، به همون وکیل است و هیچ پروایی ندارد نسبت آینده خودش. حالا دیگه مرحله ده هستیم که باید مردم رو بفهمونیم که های مردم، آخه خوشبختی و بدبختی خود شما در دست خود شماست. این حکومت دیکتاتوری را شما تربیت کردید، شما از امکان دارید که اینا تغییر تید. تغییر از کدام جانب؟ از جانب شرکت در انتخابات، حق خود طلب کردن و نه گفتن و بس گفتن. شما میتونید مثلا یک کار انجام تید.